علی سلام. زنده باشی. ما در خدمت هستیم. اسماعیل زاده تو خدا من چیکار کنم؟ موقع من شارژم تموم شد چیکار کنم؟ من گفتم اگه رو راست با من باشی خب رو راست چیکار کنم؟ من با بقیه کار ندارم، با هیچ کس هم من چیکار کردم تون دانشگاه شما اینطوری فکر میکنی؟ من اینطورم فکر نمیکنم، من گفتم فکر میکنم اگه میخوای کمکت کنم. من که گفتم شده قرضم کنم پولشو بهتون میدم. دست گرفتار نکنم. خب پس شما من چی میخوای؟ مگه اول نیومدی به من گفتی خانم شیری روز اول مگه نگفتی خانم شیری من آدمی نیستم که چیزی بخوام، من هیچ ازت نمیخوام، فقط کمکت میکنم. حالا اگه بخوای کمکت کنم من در خدمتتون هستم. خب چیکار کنم؟ کمک میخوام، من بدبخت میشم اگه با ادامه چیز نکنم. حالا خودت میدونی اگه باشه من ببین چیزی نمیتونم بشینم اینجا 2 ساعت مثلا بگم چلچه یا اینو نه، من کمکت میکنم، با من رو راست باشی کمکت میکنم. خب رو راست چجوری باشم؟ من که رو راست دارم بهت میگم، من تون داشت که سرم تکون ندادم. ببین تو با من رو راست من هی بهت میگم تو حرف خودت میزنی. اگه با من رو راست باشی من هستم در خدمتت، نباشی نه. خودت خب رو راست یعنی چی؟ حالا خودت باید بدونی یعنی چی. خب رو راست من نمیفهمم به قرآن مجید. نه اگه افواه هست من در خدمتتون هستم. نه خب من باید چیکار کنم؟ نمیدونم راحت رو چه راحتی هر جور که راحتی چیکار کنم؟ آقای اسماعیل من ترم آخرم باید این خراب شده برم. پدرم اگه چیز برسه پدر من گفته دیگه اجازه نمیدم. نه من برات کمک میکنم. ببین ترم گذاشتم برات کمک کردم، تو اون کارو کردی کمکت نکردم، اون درس افتادی خودت هم که دیدی. لخد این گفت من اینجا برگشتم یک کسایی 2-3 گرفته بودی برات گفتم 10 بده، ولی تو بزرگی خودتو نشون دادی آقای اسماعیل زاده. من بهت کمک کردم ولی تو بالاخره خودتو زدی به اون راه. آقای اسماعیل زاده تو هر روز اول به من گفتی چی؟ گفتی من اصلا چیزی نمیخوام حتی امروز هم. آقای اسماعیل زاده دیگه زدم به سیم آخر. فقط اگه قرار بشه کاری هم کنم فقط باید بین خودمون باشه. باشه دیگه منم اشکال نمیکنم که بین خودمون باشه. اگه هست من در خدمت هستم. چیکار باید بکنم؟ فردا رو برات راحت مراقبش رو چیز میکنم بتونی عوض کنی یا تقلب کنی. میتونی سوالا رو به من بدی؟ اون سوال‌ها رو جمعه برات میدم. اونم سوالا رو نمیدم، سوالا رو یه جای با هم میشینیم برات میگم حل میکنی و حتی میتونم برات ورقش هم بگیرم بیارم بنویسی اونجا من خودم ببرم برات. ببین من الان 11 امتحان دارم با 14 هم امتحان 11 رو میخوام، هم امتحانی که 2 تا 14 دارم. ببین الان 2 تا 14 رو برات ورقه هاشو میارم. خب بقیه‌اش هم خودم اونجا کمکت میکنم. خودم هم نبودم مراقب نمیتونم، من هیچی بلد نیستم. آقای اسماعیل زاده تقلب بنویس بیار اونجا. یا اون کسی که بابا مگه تئوریه بابا اقتصاد کلانه 11 من برات ورقه عوض میکنم. ورقه عوض میکنه بچه‌ها خودت؟ بچه‌ها چون درس خوب نوشتن برات 14 میگیرم. 14 هم جمعه یا پنجشنبه شب با هم میشیم من کمکت میکنم. سوالا رو طوری میکنم فقط اون چند تا سوال داری اونها رو یاد میگیری و مینویسی میبری اونجا. هم مالی هم چیز هم مالی و همون یکی داره. بعد من باید که چیز کنم برای شما. خوب دیگه مگه نمیره پنجشنبه؟ هم موقع. الان کجا هستی؟ من که الان خونه دوستم حالم بده. نمیشه مثلا 15 چیز کنی یا 14 بعد از امتحان؟ نه من شرمم. الان میشه شما حرف منو قبول نداری؟ ببین شما حرف منو باید قبول داشته باشی دیگه. من حرف شما قبول ندارم، شما نمیتونی اصلا قبول کنی. من یه مشکل دارم نمیتونم باتون راحت باشم. منظور منو گرفتی؟ من میگم شما الان میتونید دوستت به یه جای دیگه من بیام ببینم اونجا؟ نه اینجا که الان دوستاش اومدن درس میخوام واسه همینم من امشب اومدم. کار من نمیمونه جان، یه نیم ساعته برمیگردم. الان اینجا نمیتونم. اگه میشد که میگفتم بیا. نه اگه بریم چی هستن من بیام کمکتون میکنم. بعد بهش بگو یه نیم ساعت چیز داشته خیلی دوستش میگه خود اخلاقش میگه چیکار. من یه نیم ساعته برمیگردم. همون شب جمعه یا 50 جمعه؟ نه چون شب جمعه هیچ. الان میخوای بالاخره
الان نمیتونم خونه مردم چی بگم؟ میگم من میخوام بیارم دوستم از خونش منو بیرون کنه. شما خودت راحت راه چی آقا اسماعیل یاد میزنی؟ مثلا من هر روز اینجا چیزی کاری کردم دیگه تو خدا اینجوری با من حرف نزن. به خدا فکر می‌کنم یه من این کارو نمیگم. میگم دوستتون نیست بگی بره نمیتونم. من میتونستم گفتم الان یه دیگه راحت بشم حداقل این قضیه. چیکار کنم دیگه؟ اعصاب ندارم. بخواد دیروز رگم گرفت من با شما ازم درد و دل کنم. من به شما بگم کمکم کنید. شما که دست دیگران داری برخورد میکنی برادر من. بس پنجشنبه میاد شب. یا پنجشنبه یا جمعه. نه جمعه. پنجشنبه شب میای. آره. تو پنجشنبه بعد از ظهر همون پنجشنبه از ظهر کجا؟ آره. امتحان نداریم یا پنجشنبه؟ من هماهنگ میکنم دیگه یا خونه شما. من یک شنبه امتحان. من که خونه ندارم که اینجا. من اون روزم بهتون گفتم من ردیف میکنم. برای پنجشنبه رو؟ آره. باش. فقط تنها باشید خوب پیش زبان میگه کسی هم بیاد. ببین من خودم چیز نیستم که آبی خودم برم به حق اینا. من هیچ کاری با اون انجام نمیدم. هیچ کاری. شما مطمئن باشید. خب با من چیکار کنم آقا اسماعیل زاده؟ رو که ازت میپرسم. یعنی چیکار کنی؟ خب باید چیکار کنی؟ یعنی با من ساده راست باشی. ساده من دخترم دیگه از این مالتا. ببین دیگه تو اینجا دیگه به من اعتماد نداری. من دارم بهت میگم یه فردا نه این بله سرم بیاری که فردا شوهرم هم طلاقم بده. من نامزد دارم. ببین دیدی با من صادق نیستی. من اون روز کپی شناسنامه تو بهت نشون دادم. موقعی که وام می‌خواستی بگیری بهت گفتم نامزدت اینجا ننوشتی. یعنی خب من نامزد نداشتم. من میدونم. ببین من مجردم. من بله برون یعنی درد خواستگاری بوده. تازه اونم تازه است. نه ببین اینا رو بذار کنار. یعنی چی؟ یعنی منظورتون رو به من بگین. یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی چی نمیفهمم؟ راحت تری که پنجشنبه میای من بهت بگم. نه اینو اول به من بگین. من به خودم هم شک میکنم آقای اسماعیل. یعنی چی شک میکنی؟ چی رو شک میکنی؟ یعنی شما میگی کپی شناسنامه‌تو بهت نشون تو شناسنامه من چیزی نوشته شده بود؟ من اونجا بهت نشون دادم که تو نامزد نداری. همش یک سال تناب نامزد حرف میزنی. مگه نامزد میان تو شناسنامه مینویسن؟ عقد کرده رو مینویسن آقای اسماعیل زاده. نامزد 2 سال نامزد چیز نمیکنه. اولا که من 2 سال نامزد نیستم. من تازه 2-3 ماهه. بهت بگم. ببین سر هر چی هم کلا بخوای بزنی. من سر هیچ کس کلا نمیذارم. چون انقدر ببین آقای اسماعیل من دارم چوب سادگیمو میخورم. از روز اول اگه گرگ بودم الان این بلا سر من به شما اعتماد کردم. من گفتم آقای عسکری مزاحمم. نه یه آقای اسماعیل زاده. من گفتم آقای اسماعیل زاده. من میدونم. ببین اینا یکی سر خودت نمیتونی کلا بذاری. انسان یکی هم سر من. ببین آقای اسماعیل زاده نکن. پنجشنبه حاضر شب میای من بهت کمک کنم. میای نه. ببین آقای اسماعیل زاده سر قضیه آقای عسکری و آقای نقیدو میدونم. اومدم به شما صادقانه گفتم مزاحمم شما شکایت کردم دادم به شما. بعد مزاحم شدم. نه نشدم. ولی من توقع داشتم شما برادرانه با من باشید. شاید فردا تو تهرانی دانشگاهی چیزی 2 تا کار شما برای من انجام میدادی 2 تا کارم من واسه شما. ولی ببین اینا میگذره. باشه من میام. من چون الان دستم زیر سنگه. ولی جایی آدم خدا باید ببین من الان مجبورم چون من ترم آخرم. ببین یعنی مجبورم. من مجبورم. شما چرا مجبور نیستم؟ من ترم آخرم. یه بایدم بیافتم بابام دیگه نمیذاره بیام. چون من بعد از اگه بخوام مثلا جشن بگیرم دیگه نمیذاره بیام. شاید من اینقدر مؤمنن و اینا نمیذاره بیام. دیگه الان نمیدونم حالا هر چی راحت. من در خدمتم. پس امتحان کلانم کمکم میکنی؟ من امتحانی که تا پنجشنبه داری کمکت میکنم. اون دو تا رو هم سوالاتشو برات رد میکنم. سوالاشو کمک میکنم که اون رو سوالاتشو به شما نمیدم به دست شما بدم که ببری اینا. آها یعنی ست برگه به هیچ کس ندی و اینا. نه من کمکت میکنم. بعد پنجشنبه شب. خب پنجشنبه شب یا خونه رو شما ردیف کنم میام یا من رد شما میام. باش.
پس شما به من زنگ بزن، من شارژ تلفنم تموم شد. باشه من زنگ میزنم. دستتون درد نکنه. مرسی. زنده باشین. پس سوالای مالی و آمارم برام میارید دیگه، روش بنویسم. مالی و آمار من برات دادم. بعد من فردا با استاد همتی سوال دارم، امتحان دارم، البته چیزی نیست مبانیه، ولی اونم بگین بهم گیر ندن چون من انقدر استرس دارم. اونجا هستم، من ردیف میکنم برام. حالا هر کسی بعد یه چیز دیگه آقای اسماعیلی دیگه، حالا دیگه حرفش پیش اومد، آقای رجبیون هم برام چیز میکنین اندازت هم باش. نه ببین آقای رجبیون دیگه امتحان دادم نوشتم و نه که ننوشتم، نمره کلاسی هم دارم، یه شمارهشو گیر بیاری من خودم باش چون من شاگرد خوبش بودم. شماره رو برات میدم. یک فردا شمارهشو بده تا برگا رو صحیح نکرده. دست درد نکنه. اگه برجه هاشو تحویل نگرفته باشه برجه رو میدم به خودت درستش کنی. اگه تحویل نگرفته باشه، اگه تحویل گرفته باشه بعد شماره‌اش بشین. دست درد. فردا پس اینو به من میگید چون میخوام تا نمره رد نکنم. دست اگه برجه ها رو نبوده باشه برجه رو میدم، اگه بردم باشه شماره‌اش بهتون. درسته. مشکل نداره. باشه دست شما درد نکنه، لطف کن جواب بخوام. پس من فردا منتظر شمام دیگه، جوابشو به من بدید دیگه. دست شما درد نکنه. لطفا. من مرسی.